جمعه 29 خرداد 1388 فردا شنبه فردا روز سرنوشت. این شب صدای الله اکبر بلندتر و بلندتر از شب‌های قبل شنیده میشه. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست که همه چیز روش بسته شده؟ اینجا کجاست که مردم فقط دارن خدا رو صدا میزنن؟ اینجا کجاست که هر شب صدای الله اکبرش بلندتر و بلندتر میشه؟ هر روز منتظرم که شب بشه ببینم صدای الله اکبر بلندتر میشه، بیشتر میشه یا نه. تن من میلرزه، نمیدونم خدا هم میلرزه یا نه. اینجا کجاست که ما اینقدر مظلوم گیر افتادیم؟ اینجا کجاست که کسی ما رو یاری نمیکنه؟ اینجا کجاست که ما فقط با سکوت خودمون داریم صدامون رو به گوش دنیا میرسونیم؟ اینجا کجاست که خونه جووناش ریخته میشه و مردم تو خیابون وای میسن نماز میخونن؟ روی همون خونه وای میسن نماز میخونن؟ اینجا کجاست که مردمش عروس و باش خطاب میشن؟ اینجا کجاست؟ میخوایم بگم اینجا ایرانه، اینجا سرزمین من و توه. اینجا ایرانه.